به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز. توی این جلسه همونطور که در جلسه قبل به شما گفتم، من میخوام برنامه هایی که جلسه قبل نوشتیم و با حلقه فور بود خیلی هاش بیام و اصلاح بکنم و برنامه رو وکتوری بکنم، یعنی از حلقه فور در بیارم و به شما تا اونجا که ممکنه یاد بدم که چگونه میتوانید از امکانات نرم افزار مطلب استفاده بکنید برای اینکه بتوانید یه برنامه ساختار یافته و منظم تری بنویسید. اگر نگاه کنید برنامه ما ماژولاره. من یه مین دارم که اسمش هست BOSD Binary Orthogonal Signal Detection. یه بیت ارور ریت کامپیوتر دارم یا BRBOSD. این فانکشنه میومد به ازای هر SNR عددی که من بهش میدادم به من یه دونه بیت ارور ریت میداد. پس یه SNR میدادم و این به من یه دونه بیت ارور ریت مشخص رو در حقیقت میامد و براش اون مقدار احتمال خطا رو حساب میکرد. این وسط هم از یه تابع گوسی استفاده میکردیم که این تابع گوسی در حقیقت کارش این بود که برای من یک متغیر تصادفی گوسی جای اون نویزی که میخوام با میانگین و واریانسی که من بهش میدم تولید بکنه. برنامه رو من باز بکنم. برنامه می آمد دو تا تیکه داشت. SNRی داشت که روی سیمولیشن، روی مقادیر تئوری میچرخید، یعنی این تیکه تئوریتیکال SNR DB اسمشو من گذاشتم، و SNR DB سیمولیشن که گفتیم این 0 تا 12 عمدن گذاشتیمش، این 0 تا 1 دهم تا 12 رو عمدن گذاشتیم. این 1 دهمه به خاطر اینکه این فرمول ریاضیه و من ترجیح هم اینه که در حقیقت این نمودار خیلی نمودار ملایمی باشه. ولی این 0 تا 12 در حقیقت چیه؟ خیلی طولانی بود، علل خصوص وقتی که من میخواستم بیام و خیلی دقیق محاسبات رو انجام بدم، یعنی برم رو احتمال خطاهای در حقیقت بزرگتر. حالا شما حساب کنید من 0 تا 12 هستم، اگه میخواستم برم 0 تا 20 اون مقادیر 17 18 در حقیقت ثانیه که داشتم خب خیلی طولانی تر هم میشد. خب حالا بریم جلو و گام به گام ببینیم چه کار میتوانیم بکنیم برای اینکه این برنامه‌مون رو از حلقه فور درش بیاریم. اول میام و اون فانکشنی که نوشتم رو باز میکنم. فانکشن من چی کار میکرد؟ SNR عددی که بهش میدادم بر حسب دسیبل رو ابتدا عددی میکرد با این فرمول، سپس با فرض اینکه انرژی بیت های من یکه، نویز رو حساب میکردیم. تیکه دقیقاً محاسبه نویز بود. بعد ما می آمدیم و اینیشیالیزیشن انجام میدادیم، یعنی من اینجا خوب بود که میگفتم اینیشیالیزیشن یا initializing the data در حقیقت source. این دیتای اولیه رو این برای من جنریت میکرد و دیتای دیتکت آن دیتایی بود که قرار بود گیرنده بگیرد. من این دوتا رو قرار بود با هم مقایسه کنم. خب گام اول من رو نگاه بکنید. من اینجا میام با حلقه فور و یه ایف یک بیت ریتی را جنریت میکنم. اما تو کویز اگه یادتون باشه من یه راه بهتر اصلا دارم. به جایی که فور ببندم روی 1 تا NB، من خیلی راحت میتونستم بگم دیتای اولیه من مساوی هستش با روند پرانتز باز رند پرانتز باز 1 و این تعداد بیت هایی که ما میخوایم بهش بدیم. ببینید من با یه خط چقدر راحت اومدم و این کار رو انجام دادم. بعد از این دیگه اینیشیالیزیشنی اصلا نیازی نیست بهش. پس من میتونم بگم به جای اینیشیالیزیشن بگذارم در حقیقت داستانم رو روی در حقیقت دیتا جنریشن. البته من یه لحظه الان پاز میکنم و این فایل ها رو نگه میدارم و فایل هامو رو و تغییراتم رو روی یه دسته جدیدی انجام میدم که شما هر دو دسته فایل ها رو داشته باشید. خب من آمدم و دیتا هام رو سیو کردم، دیتا های قبلی رو که شما بهش دسترسی داشته باشید. حالا میام اینجا طبق نکاتی که گفتم اینیشیالیزیشن رو برمیدارم و میگم دیتا بیت generation at transmitter
دیگه همونطور که گفتم من اصلا به اینیشیالیزیشن نیاز ندارم و همینجا بنویسمش اصلا من میخواهم روند پرانتز باز رند پرانتز باز 1 و NB را اینجا چیکار کنم؟ تولید کنم. دیتا دیتکشن رو فعلا من احتمالا نخوامش ولی فعلا نگرش میداریم تا جلوتر پیش بریم. تعداد خطاها رو من اینجا اگه نگاه کنید ناچار بودم چون حلقه فور دارم بیام و چیکار کنم؟ بیام و صفر کنم. خب تو گام بعدی من دارم چیکار میکنم؟ من دارم کانال AWGN ام رو جنریت میکنم. نوشتم AWGN. من میخواهم به جای اینکه حلقه فور بنویسم با این شکل و شمایل بیام و این حلقه فورم رو فعلا برای این تیکه تا قبل از دیتکشن یعنی اینجا من میخوام این تیکه رو فعلا ماتریسی بکنم. خب اولین مشکلی که پیش میاد اینه که GN Ghost به من یه عدد میده. من عدد نمیخواهم، من یه وکتور از این میخوام. پس در حقیقت اگر من اولا بخواهم این برنامه رو اصلاح کنم باید GN Ghost رو اصلاح کنم. نکته شماره 1. نکته شماره 2 اگر نگاه کنید من 2 تا بردار باید تولید کنم. یک برداری که من تولید میکنم R0 اسمش و دیگری R1. حالا من گفتم بر اساس آنکه دیتای اولیه من 0 باشد چی کار بکنه؟ 1 باشد چی کار کنه؟ که من میخوام این ایف رو هم اونجا چی کار کنم؟ اصلاح بکنم. پس گام شماره 1 من میروم GN Ghost رو باز میکنم و به این فکر میکنم که حالا من چطوری میتونم این برنامه رو اصلاح بکنم و در حقیقت این برنامه به من یه دونه ورودی دیگه هم داشته باشه به اسم N و بیاد به تعداد N تا از اینها رو تولید بکنه. خب ما گفتیم اگر ورودی نداشت این بیاد M رو بگیره 0، سیگما رو بگیره 1 و اگر موافق باشین پس N رو هم اینجا باید بگیره 1. پس من میام و N رو هم اینجا اصلاح میکنم. این رو باید من سمی کالن میذاشتم. خب همچنان اگه نگاه کنید رو ان وای میسی میگه آقا این انی که شما ست کردی همچین مقدار فعلا ارزشمندی نیست، یعنی این ان رو میتونستی تو برنامه اصلا استفاده نکنی. ولی خب من قرار دارم چیکارش کنم؟ بیام و این رو در حقیقت بیام اصلاحش بکنم. خب اگر تعداد ورودی ها 1 باشه من هدفم این بود که اون ورودیه اون سیگمای من باشه دیگه، درسته؟ پس ابتدا امی که در حقیقت اگر کاربر من 1 ورودی بدهد داره جای M میده، من این M رو میریزم داخل سیگما و M رو بعدن چی کار میکنم؟ صفرش میکنم، درسته؟ من حالا میخوام غیر از این N رو هم بذارم 1. پس اینم اون نکته بعدی که حالا میخواستم اینجا اصلاحش بکنم و حالا میخوام یه else if دیگه هم اینجا اضافه کنم و بگم else if n arg اینپوت شما مساوی این دفعه شد با عدد 2. حالا برای من یه سری کارهای دیگه انجام بده. وقتی 2 تا میده در حقیقت m رو داده و سیگما رو داده. من منظورم اینه که سیگما و n باشند، سیگما و n باشند. پس اگر موافق باشید من این کار رو بیام انجام بدهم، بیام و برای اینکه این داستان در حقیقت اشتباه توش من مرتکب نشوم، M رو میده و سیگما رو میده. من سیگما رو میخوام و در حقیقت چی رو میخوام؟ N رو میخوام، درسته؟ من بیام بگم که N رو مساوی قرار بده با سیگما، این گام شماره 1 من باشه، یعنی مقدار سیگما رو داخل N بریزه. M رو موافقین بذاریم برابر با در حقیقت
ما سیگما رو میخوایم داخل n بریزیم و خود سیگما رو با m میخوایم در حقیقت جایگذاری بکنیم و در نهایت m رو هم میخواهیم مساوی 0 قرار بدیم. پس اینم در واقع تیکه بعدی که بهش میپردازیم. n من همچنان میگه ممکنه ازش استفاده ای نشه. حالا به محض اینکه من اینجا میام و از n هم استفاده میکنم مسئله من حل میشه. من دیگه میخوام اینجا تعدادم رو با توجه به n تولید کنم. پس رندم رو میگذارم رند بلافاصله 1 و n. ببینید دیگه برنامه از این نظر دیگه هیچ مشکلی الان نخواهد داشت. اینجا من یه اشکال کوچولی برنامه‌ام داره اگه نگاه بکنید. من باید بیام و m رو داخل سیگما بریزم. پس این تیکه باید پاک بشه. این مشکلم الان حل شد. برنامه الان دیگه اپتیمومه. رند رو تولید کردم. آره من دیگه الان نگاه کنید روی یوی در حقیقت برداری کار میکنه. پس این باید بشه نقطه تقسیم بر و 2 ضرب در سیگما به توان 2 ضرب در لوگ 1 تقسیم بر این عبارته. پس من اینجا دیگه اگه نگاه کنید نیازی به ماتریسی کردن ندارم. وی رو هم من دقیقاً 1 و n تولید میکنم و تتا رو هم تولید کردم. اوتپوت شماره 1 من میشه m r که دیگه r اگه موافق باشین در حقیقت یک وکتور هستش. پس دات و اینجا r دات. سینوس و کوسینوس هم که روی تتای وکتوری کار میکنن. الان برنامه من جی ان گوس وکتوری هست. بیام و اسمشو بذارم یه وکم اضافه کنم انتهاش. جی ان گوس وک اسمشو بذارم. و خب ناچارن من باید چیکار کنم؟ سیوزش کنم و به اسم جی ان گوس وک این نام رو مجدد سیو کنم که الان این مشکلم دیگه حل میشه به طور کامل. حالا با این اصلاحات یه بار رانش بکنیم که خیالمون راحت باشه. منظورم اینه که من بیام بذارم جی ان گوس، خب گفتیم اگه با 2 تا ورودی بده باید اولیش سیگما بشه و دومیش تعدادشون بشه این شکلی. خب الان برنامه من همچنان یه مشکل کوچولو داره. به خاطر اینکه این داره به من یه عدد این شکلی میده. این باید به من 10 تا عدد میداد. بنابراین برنامه من هنوز اون چیزی که من میخواهم رو در بر نگرفته. 1 و 10 2 تا ورودیه، یعنی آمده و اینجا رو داره لحاظ میکنه. پس بیاین یکی دیگه از کارهایی که این موقع ها میشه انجام داد اینه که شما بیاید و یه دونه اسکریپت بنویسی و خیلی راحت بگی من جی ان گوس وکتوری رو میخوام ران کنم با 2 تا مقدار 1 و فرض کنید 10. سیوش کنیم به اسم آین تایتل. یه اسمشو بذاریم تست، مثلا فرض کنید شماره 1. بیایید و اینجا مارکرتون رو قرار بدید، ران کنید، استپ اینو بزنید میره داخل. حالا استپ بریم جلو. NR این 0 نبود پرید، 1 نبود پرید. اینجا باید داخل این حلقه else if ما داخل این شرط بره. بله میره. ببینیم اینجا چگونه مقادیر لحاظ شدن. نگاه بکنید سیگمای من الان m من 1، سیگمای من 10، n من undefined. درسته؟ ما اشتباهی که کردیم این بود. الان این باید چیکار کنه؟ سیگما رو بریزه داخل n. پس این به نظر میاد درسته. بعد m رو بریزه داخل سیگما و در نهایت m رو بگیره 0. و یه استپ دیگه من میزنم، از این میام بیرون. الان n من چنده؟
10 درسته. سیگمای من چنده؟ 1 درسته. ام من چنده؟ 0. پس اون کاری که کردیم درسته. عجیبه که هنوز برنامه داره درست کار نمیکنه. یو رو ران میکنم. اگه نگاه کنید 10 تا در حقیقت متغیر تصادفی یک نواخته. آر رو تولید میکنم، اینم 10 تاست. وی رو تولید کردم، تتا رو تولید کردم. اوتپوت شماره 1 من نگاش میکنم. خب این اوتپوت من هم الان دقیقاً مقدار مشخصی هست دیگه. بریم پس یه لحظه به برنامه نگاه بکنیم و کامندمون رو، متاسفانه اشکالی که الان برنامه ما داره اینه که ما GNGOS رو داریم مثلا ران میکنیم. اینم از اون اشتباهات عجیب و غریبیه که ما متاسفانه بعضا داریم. این یه وک آخرش میذاشتیم، البته خوب بود. یه نکته به نظر من جالبی داشت. نگاه کنید 10 تا عدد گوسی با واریانس 1 و در حقیقت طول 10 مشخصا به ما داره میده. حالا بریم و بیت ارور ریتمون رو اصلاح کنیم، کاری که اینجا میخواستم انجام بدهم. خب من میخوام چیکار کنم دوستان عزیز؟ من میخواهم در حقیقت بردار دیتام رو اون جاهایی که صفره، اون پوزیشن هایی از دیتای من که صفره، بیام و براشون R0 رو تولید کنم که مقادیرش هست انرژی بیت من که 1 در حقیقت و GNGOS من که در حقیقت مقدارش رو حالا میتونم وکتوری در حقیقت براش به دست بیاورم و همینطور برای قسمت های یکم این تیکه رو من میخوام به دست بیارم. برای اینکه من توضیح بدم من چگونه اینو وکتوری میکنم برای شما، بیایید یه مثال پای تابلو بزنم برای شما. نگاه کنید. فرض کنید دیتای شما این باشه، یه رشته بیت 0 1 0 و 1. پس مشخصا دیتامون مشخصا چیه؟ 4 تا رقم باینریه. R0 من اینجا چقدر میشه و R1 من اینجا چقدر میشه؟ تو این مثال کاملا مسئله مشخصه. خب ما الان توی کدمون بیایم نگاه بکنیم داریم چی کار میکنیم. میگیم اگر دیتای من 0 بود R0 رو بکن EB و یه عدد نویزی، R1 رو فقط عدد نویزی. درسته؟ برعکس اگر 1 بود R0 رو نویز بذار و چیکار بکن؟ بیا و R1 رو بذار EB. EB هم که عدد 1 دیگه. البته خب ما حالا پارامتری می نویسیم کدمون رو. یعنی اینجا نویزه و اون EB به خاطر اینکه شما عدد 0 رو دارین اینجا نویزه تو پوزیشن 1. تو پوزیشن 2 اینجا نویزه. توی R1 هستش که هست EB به اضافه این نویز و دوباره اینجا میشه EB به اضافه این نویز. این پایین نویزه و آخری این نویزه و این EB به اضافه این نویزه. نگاه بکنید چه اتفاقی داره میفته دوستان. همه نویز رو دارند، همه نویز رو دارند، هم R0 نگاه کنید نویز 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 و نویز، هم R1. منتها R0 آن جاهایی که صفره یه EB هم داره، آن جایی که صفر است EB داره، ولی اون جایی که نگاه کنید اون جایی که یکه هیچی نداره، صفر اضافه شده بهش. من میخوام اینجوری کد رو بنویسم. قطعا شما هم میتوانید یه فرم دیگه بنویسید، ولی من میام و اگر نگاه کنید ایف رو هم میذارم کنار. من میگم R0 من کنارش هم R1 من، هر دو GN گوس وکتوری رو دارن. GN گوس وکتوری جفتشون هم با یه سیگماییه که من میخوام بهشون بدم و تعداد NB. پس من این تیکه رو کنترل C کنترل V و اینجا که هر دو این تیکه رو دارن، سمیکالن سمیکالن. حالا من یه چیزی باید به این اضافه کنم.
به اضافه یه چیزی هم باید به این اضافه کنم دیگه، درسته؟ من اینجوری می نویسم، من میخوام اون جاهایی که صفر است با یک عددی جمع بشه. نگاه کنید تو کد من اینجا برای که به شما نشون بدم میام یه ایکسی میگیرم برابر با فرض کنید رند 1 و 8. ببینید من چطوری میتوانم اون جاهایی که در حقیقت صفر هست رو توی ایکس هم با یه عددی جمع کنم. کافیه من بگم ایکس من آنجایی که مساوی است با 1 رو این به من بده. البته صفر دارم میگم، اونجایی که صفر هست رو به من بده. اینجوری نگاه کنید این شرطی که من می نویسم این شکلی، حاصلش چی میشه؟ آن جاهایی که صفر است 1 میشه، بقیه جا صفره. حالا شما به راحتی میتونید اینو در هر عددی که دلتون میخواد نگاه کنید اینجوری. این همون ویژگی نرم افزار مطلبه. مثلا بیاین در عدد 2 ضربش کنید. اون جاهایی که صفره میشه 2، اون جاهایی که صفره میشه 2، اون جاهایی که یک دست نمیخوره نگاه کنید. اون جاهایی که یک یعنی پوزیشن 3، پوزیشن 4، پوزیشن 6 و پوزیشن 7. پوزیشن 3، 4، 6 و 7 صفر ماندن. پس من به راحتی میام و به این صورت میگم ای بی را ضرب کن در آن قسمتی که دیتای شما مساوی است با 0. حالا من اینا رو بچسبونم که دیگه خیلی تو این قسمت ما وسواسی نداشته باشیم و به همین شکل همین تیکه رو کنترل C و بعد هم کنترل V بکنم. ببینید خب من اینجا دیگه 0 رو که نمیخوام، 1 رو میخوام. پس تمام شد. این تیکه R0 و R1 که من تو این قسمت به طور کامل تولید شد. این اون مزیتیه که نگاه کنید من 2 تا حلقه فور تو در تو رو باهاش از بین اومدم و بردم. حالا نوبت دیتکشن من میرسه که اونم خیلی خیلی ساده است. من میخواهم آن جاهایی که R0 از R1 بزرگتر است این به من بگه 0. آن جاهایی که برعکس R0 من کوچکتر از R1 بگه اونجا چیه؟ 1. ببینید 2 تا بردار داریم. مثلا فرض کنید بردار اول x اسمشو بذاریم، مقادیرش باشند 2، 5، 8 و منهای 3. بردار دوم y باشه و مقادیرش باشند 3، 5 نداریم، مثلا 3، 12، 9 و فرض کنید منهای 9. ما میخواهیم یکم حالا مقادیرم باید عوض کنم. مثلا اینو فرض کنید من بیام بذارم این 12 رو بذارم در حقیقت مثلا عدد 2. ما میخوایم اون جایی که x ها از y ها بزرگتر هستند، کد رو نگاه بکنید، اون جایی که r ها از r1 ها r0 ها بزرگترن جاشون 0 برای من بذاره. آن جایی که کوچکترند 1 بگذارد، آن جایی که کوچکتر است را 1 بگذارد. پس نگاه کنید من چی کار میکنم. وای من که مشکلی نداشت. آها مساوی رو من قرار دادم 2 تا مساوی. اشتباه من این بود. ببینید اگه من بذارم x بزرگتر از y به من ببینیم چی میده. میگه 0 1 0 1. میگه اونجایی که x هم نگاه کنید چیه، y رو هم نگاه کنید که چیه. میگه آنجایی که x تو از y تو بزرگتره، چون شما گذاشتی چی بزرگتر. اینجا اونجایی که نیست به تو عدد 0 رو میدم، اونجایی که نیست عدد 0 رو میدم، اونجایی که هست عدد 1 رو میدم. یعنی عکس این کار.
آنجایی که R0 تو بزرگتر از R1 نباشد به تو عدد چی رو میده؟ به تو عدد 0 رو میده. پس من کافیه چیکار بکنم اینجا؟ پس کافیست که من به راحتی بگم دیتای underline detect برابر است با R0 کوچکتر است از R1. من میخوام برعکس عمل کنه دیگه، اینم دقیقا برعکس عمل میکنه برای من. یعنی اگر R0 بیشتر بود، من بیشتر بود میخوام 0 بذاره دیگه، اینجا همین کار رو میکنه، عکسش رو انجام میده. و برعکس 1 بذاره دیگه، این دقیقا همون عکس کار من هستش. پس با اجازه شما این تیکه رو هم ما به راحتی پاک میکنیم. این دیتکشن ماست. حالا اون تیکه آخر ماست، error computation. پس این رو هم بیایم بنویسیم، error computation. آن جایی که مخالف هستند را من میخواهم. آن جایی که مخالف هستند، نگاه کنید، من آن جاهایی که این دوتا مخالفن رو میخوام. دوباره نگاه بکنید، من یه بار اینو پاک کنم. من یه ایکسی تعریف کردم برابر با رند 1 و 8. یه وای رو هم به همین شکل بیاین تعریف کنیم، وای. اون جایی که مخالفن رو من میخوام. پوزیشن اول رو میخوام، پوزیشن دوم میخوام، 3 رو نمیخوام، 4 رو میخوام، 5 رو نمیخوام، 6 رو نمیخوام، 7 رو میخوام. پس نکنید 1 2 3 4. 4 جا اینها با هم نامساوی هستن. کافیه من بگویم کجا x من مخالف هستش با y من. جواب ببینید، اون جایی که مخالفن رو برای من 1 میذاره و من کافیه قبل از این بیام یه دونه چی بذارم؟ سام بذارم. به راحتی شما میبینید که نتیجه میشه همون عدد 4 که من میخواهم. پس خیلی راحت ما میشه بگیم این نامبر آف اروری که به دنبالش هستیم، کنترل C کنترل V برابر است با سامیشن پرانتز باز و بسته سمیکالن که یادم نره، آنجاهایی که دیتای من مخالف است با دیتا آندرلاین دیتکشن من. پس من دیگه به این ایف هم اینجا نیازی نخواهم داشت. خب ببینید ما چقدر مسئله رو ساده کردیم. پس این دیتا دیتکشن هم حذف میشه. حلقه فور من اینجا یه مشکلی داره و اونم اینه که اندش الاین نیست. پس اند رو هم میام الاین میکنم، اینم حلقه مشکلش برطرف میشه. من میگم به این تعداد برای هر کدوم از این آی های من بیاد این کارو بکنه. من خب دیگه نیازی هم به این حلقه فور اگه نگاه کنید ندارم. AWGN من اینجوری کار میکنه. این تیکه رو کلا میگیرم، یه شیفت تب رو اگه بزنید این برمیگرده سر جاش. نامبر آف ارور هم دیگه نیاز نیست شما صفر کنید، خود مطلب اتوماتیک با مقدار صفر میره جلو. نامبر آف ارور رو اینجا به دست میاره، نامبر آف ارور رو بر NB تقسیم میکنه. یه ارور اینجا ما داریم یا وارنینگ، میگه شما اصلا نیاز نبود نامبر آف ارور هم اینجا بنویسی. این اندم من پاک بکنم، تقسیم کردیم. این اندم که حذف شد، مثلا الان دیگه تو برنامه ما حذف شده. نکنید یه برنامه دارید شما بهش یه SNR میدید، این میاد برای اون SNR یه احتمال خطا برای شما حساب بکنه. حالا مسئله بعدی اینه که آیا ما میتوانستیم، الان این برنامه ما دونه به دونه کار میکنه. ببینید این برنامه الان دانه به دانه داره کار میکنه. بعد نیست که اسمش رو عوض کنم و بذارم BERBOSD underline وکتوری سیو. اسمش هم میگه پس این اسم هم برای من عوض کن، من اینم میذارم وکتوری، سیوش میکنم و میرم مین برنامه هم باز میکنم. یه بار رانش بکنیم که خیالمون راحت باشه که این برنامه داره خوب کار میکنه. برنامه هیچ تغییری توی مینش اگه موافق باشید من ندادم، درسته؟ فقط فانکشنی که صدا میزنم اینجا BR
BOSD در حقیقت وک میخوام باشه. و حالا یه بار ما میاییم و این برنامه رو سیو از میکنیم. این رو هم میخوام وک به تعریف کنم که دیگه تمام اینا پسوند وک رو داشته باشن. الان توی این فولدر من اگه برویم توی برنامه من خب من توی این فولدرم پس میام و تمام فایل های غیر وکتوری رو پاک میکنم چون نگرشون داشتم جای دیگه. بنابراین من یه برنامه خیلی مشخص با 3 تا فایل دارم، همه هم وکتوری هستن. میرم اینجا اینها رو میبندم که مشکلی تو این زمینه ایجاد نشه. مجددا توی مطلبم BOSD حالا وکتوری رو ران میکنم. میبینید که به راحتی برنامه کار میکنه. تیک تاک رو نگاه بکنیم. زمان از 17 صدم شد 6 صدم ثانیه. دقت بکنید 1/3 شد زمان من. حالا مسئله اینجا خودشه نشون میده که من بیام و در این فایل اینو بکنم 10⁵5 و مجددا برنامه رو ران کنم. سرعت رو نگاه بکنید و تفاوت رو ببینید. 31 صدم ثانیه. اونجا عدد رفت و بالای 1 شد. هولوش 1 شد. الان این عدد من تقریبا همچنان 1/3 باقی مونده. مجددا 10⁻6 رو ران میکنم. زمان رو دوباره نگاه کنید چه تفاوتی توی زمان داره. حالا شد 3 در حقیقت 17/3 تبدیل شده و در نهایت شما میبینید که به راحتی اون زمان بسیار بسیار طولانی 170 و خورده ای اگه اشتباه نکنم رو من اینجا ویدیورم پاز میکنم و نتیجه رو به شما روی 10⁻7 نشان خواهم داد. خب نتیجه و دقتش رو ببینید. در کنار اینکه زمان رو هم اینجا نگاه کنید 38 در حقیقت چیزی هلوش 25% زمان اومد پایین تر. 1/4 شد در حقیقت این مسئله و نتیجه رو شما دارید میبینید. حالا به اضافه به این اضافه کنید که شما خیلی راحت توی این برنامه برای اینکه ریزالت رو ببینید این عدد رو میتونید بکنید 5 و بیاید و SNR هاتون رو روی مثلا فرض کنید عدد 14 رو هم ببندید. البته خیلی نتیجه شاید طول بکشه. باز من پاز میکنم ولی خب میبینید نه سرعت رو داریم. عدم دقت توی این نقاط همچنان برمیگرده به این عدد 10⁻5. من اگه 6 میکردم خب به بهای طول کشیدن بیشتر دقت بالاتری رو میدیدم که ببینید دقت کجا میره. تو 10⁻5 تا 6 اوکیه ولی اینجا که دوباره زیر 10⁻6 میخواد من دیگه ناتوانم نقطه قرمز رو به دست بیارم. من انقدر بیت در حقیقت ندارم. اگه رو 7 بذارم و دوباره پاز بکنم میتونم استنباط داشته باشم که این عدد به دست بیاد. البته الان رو 10⁻7 من یه ارور دارم که در حقیقت ارور من برمیگرده به این نقطه. من باید اینو یه چکی بکنم. خب من ارور رو هم نگاه کردم. ارور من باید احتمالاً یه بار دیگه ران کنم. الان من مشکلی تو این قسمت دیگه الان ندارم. من فکر کنم بیت ارور ریت BOSD وک رو فانکشن رو می اومدم و ران میکردم. بله خب یکم صبر میکنیم تا این 14 بیاد. من پاز میکنم و نتیجه رو به شما نشون میدم. خب یه لحظه من ویدیوم پاز شده بود و نمیدونم تا کجا صحبت کردم. نتیجه رو که ما دیدیم فکر میکنم. فقط این که من میخواستم بگم که شما میتوانید اینجا یه دونه دیسپلی بذارید و مقدار آی رو هر دفعه تو هر آیتریشنی ببینیدش. این یه نکته. به اضافه این که شما میتونستید یه فاینال آندرلاین SNR هم اینجا تعریف بکنید و مقدارش رو
بیایید بذارید 12 و هر دفعه این فاینال SNR رو عوض کنید. اینجا هی دو تا، هر چقدر برنامه پارامتری تر نوشته شده باشد، برنامه شما حرفه‌ای تر و مشخصا کاراتر و پرفورمنس بهتری داره. نگاه کنید، من عدد عوض میکنم، نتیجه رو میبینم. این دیسپلی آی رو من اینجا عددم رو هم گذاشتم رو 10 به توان 6، خروجیش اینجا ما میبینیم. یعنی شما اینجا میبینید کجای کار هستید. حالا این 120 که ما داریم میبینیم به چه دلیله که داریم اینجا میبینیمش؟ به خاطر اینه که من دیسپلیم خب بد جایی گذاشتم دیگه، من نمیخوام اینجا بذارمش. من دیسپلیم رو میخواهم بیام و اینجا بگذارم. تو سیمولیشن در حقیقت جایی است که برنامه از من وقت یا زمان ران شدن بیشتری رو داره میگیره و حالا برنامه رو ران کنیم و شما اینجا نتیجه رو ببینید. الان دیگه شما میدونید مثلا تو SINR فرض کنید شماره 13 هستید. البته آیی که ما میگیم از 0 تا 12 بود، بنابراین شما میتونستید تغییرات دیگری رو هم روش اعمال بکنید. خب امیدوارم این برنامه و این جلسه مفید بوده باشه. فکر میکنم نکات فوق العاده ارزشمندی داشت. ما تونستیم خیلی برنامه‌مون رو حرفه‌ای تر بنویسیم. سوالی که من از شما دارم الان این هستش که به عنوان تمرین، و حالا تمرینش رو هم توی کانال اضافه خواهم کرد، آیا میتونید این دوتا فور رو هم حذف بکنید؟ آیا امکانش هست برای شما که دوتا فور باقی مانده رو هم حذف بکنید و برنامه کاملا وکتوری بشود؟ پس این رو به عنوان تمرین سری جدیدمون تو ذهن داشته باشید تا انشاءالله در جلسه آینده بریم سراغ مباحث بعدی. از توجه شما متشکرم و خسته نباشید.